سلام به همگی. من امروز میخوام 2 سوال براتون مطرح کنم که تو دنباله هندسی شاید دیده باشید ولی نکته ریزش رو متوجه نشده باشید. همراه من باشید تا این 2 سوال رو با هم بررسی. خب اولین سوالی که اینجا مطرح میشه مربوط به دنباله هندسیه که تو صفحه 27 کتاب درسی این صحبت مطرح شده. خب چی اومده گفته؟ اومده گفته در هر کدوم درسته دلیلتونه بگین، توضیح بدید، هر کدوم نادرسته مثال نقض بیارید. اولیش گفته هر دنباله یا حسابی یا هندسی، که این خیلی ساده است. همه دنباله ها یا حسابی یا هندسی نیستن. مثلا 1 3 بعدش بگیم منهای 2 7 8 اصلا نه حسابیه و نه هندسیه، پس همشون این غلطه. میریم سوال قسمت دوم. این برای ما مهمه، این جزء سوالی است که خیلی ها متوجه نمیشن. گفته دنباله هایی که هم حسابی باشه و هم هندسی باشه به چه صورت؟ فرض کنید A و B و C 3 تا دنباله باشه که هم حسابی و هم هندسی. اول اینکه اگر این دنباله حسابی باشه پس 2B مساوی A به علاوه C، یعنی 2 برابر جمله وسط میشه جمله اول به علاوه جمله آخر. از طرفی اگر دنباله هندسی باشه مربع جمله وسط میشه جمله اول ضرب در جمله آخر. حالا من باید این دستگاه رو حل کنم تا به اون چیزی که میخوام برسم. رابطه بالا رو به توان 2 میرسونم، میشه 4B2 مساوی A به علاوه C به توان 2. خب پایین چیه؟ B2 مساوی AC. چه جای B2 تو این عبارت آ ضرب در C رو قرار میده. پس 4AC مساوی با A به علاوه C به توان 2. خب اگر اینو الان ببینید دو طرف رو من به توان 2 4AC خودشه، اون طرف A به علاوه C به توان 2 هست. اعداد اوله میشه A2 به علاوه 2AC به علاوه C2. حالا هرچی سمت راست هست رو میاریم سمت چپ، چپ میاریم راست، پس میشه A2 به علاوه 2AC به علاوه B2 منهای 4AC مساوی 2AC منهای 4AC میشه 2AC. پس در نتیجه A2 منهای 2AC به علاوه B2 به علاوه C2 مساوی با 0. پس از اینجا نتیجه میگیریم A منهای C به توان 2 مساوی با 0 و از اینجا نتیجه A مساوی C هست. خب بچه ها جمله اول با جمله آخر مساوی، پس اگه بخوایم به دست بیاریم الان تو رابطه اولی اگه قرار بدیم 2B مساوی A و C برابره، پس مینویسم A به علاوه A، یعنی 2B مساوی 2A، یعنی A مساوی B. بچه ها اگه دو تا جمله متوالی با هم مساوی باشن قدر نسبت دنباله حسابی چنده؟ خب معلومه 0، پس D 0. قدر نسبت دنباله هندسی چنده؟ Q هست که اون هم برابر با 1. اگر که A 0 باشه Q 1 باشه یعنی 3 تا جمله با هم مساوی هستند. اگر اولی A هست دومی هم A سومی هم A، و با این نتیجه ما میتونیم با این فرض میتونیم نتیجه بگیریم که دنباله اگر دنباله ثابت باشه هم هندسی و هم حسابیه. این اولین سوالی بود که میخواستیم بریم برای سوال دوم. در سوال دوم گفته حاصل ضرب 20 جمله اول این دنباله رو به دست بیاریم. دنباله چیه؟ 2 4 8. حالا 20 جمله اول یه دنباله رو بخوایم به دست بیاریم یعنی حاصل ضرب. ما هیچ رابطه‌ای برای حاصل ضرب جملات متوالی دنباله هندسی نداریم. حالا میخوایم یه رابطه براش بسازیم. خب جمله اول دنباله هندسی چنده؟ A1. جمله دومش چیه؟ A1Q. چرا؟ دنباله هندسی دیگه، هر جملهش در یک Q ضرب میشه. بعدیش A1Q2 تا آخریش که A1QN. این هم میشه N تا جمله. حالا نگاه کنید چند تا A1 داریم؟ A1 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 چند تاست؟ N تاست. پس ما عملا A1 به توان N داریم. چی از ما خواسته؟ Q ها. نگاه کنید بچه ها، Q اولی توانش 1، بعدی توانش 2 تا آخری که Q به توان N. اگر بخوایم اینو بنویسیم پس میشه A1 به توان N Q به توان. بچه ها
چون پایه های یکی نماها با هم جمع میشه، یعنی 1 به علاوه 2 تا به علاوه n، یعنی a1 به توان n q به توان. چون جمع 1 تا n قبلا تو نهم هم خونده بودیم، میشد n در n به علاوه 1 تقسیم بر 2، یعنی میگفتیم n دوم در جمله اول به علاوه جمله آخر. پس میشه n در n به علاوه 1 تقسیم بر 2. پس فهمیدیم n یعنی حاصل ضرب n جمله متوالی دنباله هندسی میشه a1 به توان n q به توان n در n به علاوه 1 تقسیم بر. حالا تو اینجا 20 جمله اول خواسته، پس پی 20 رو میخوایم. پی 20 چجور به دست میاد؟ آ1مون 2 هست. چند تا هست؟ چون n 20 جمله هست پس n مون هم میشه 20. دوباره q چنده؟ تقسیم جملات متوالی. 8 تقسیم بر 4 2. 4 تقسیم بر 2 2. پس با این حساب قدر نسبتمون هم 2 هست. 2 به توان 20 در 20 به علاوه 1 تقسیم بر. حالا این دوره با این 20 ساده میکنیم میشه 10. پس میشه 2 به توان 20 ضرب در 2 به توان 20 به علاوه 1 21 ضرب در 10 میشه 210. پس جوابمون میشه 2 به توان 230. پس حاصل ضرب 20 جمله متوالی این دنباله هندسی 2 به توان 230 هست. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید ساب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای دیگه هم به دستتون برسه. موفق و پیروز باشید.